لاشتون بابا. حاجی خانم مرادی 2-3 برابر باشه. برو حل. سلام از آقا مهدی تشریف نه والا ایشون یه سری کار داشتن رفتن. من یه عینک سفارش داده بودم تلفنی بهشون. گفتم اینم حاضر شده. اجازه بده خانم مرادی. بله قیمتش 2 تومن 8 تومن 28 میلیون شد قیمت عینک خواهد. خیلی منصفانه است. این خدمت شما باشه. من 500 هم میکشم بابت دستمزد خودم. 28 میلیون و 800 300 هم که توش کردم. بله رنتتون 22 خدمت شما. سلام خانم مرادی. با شما خوب هستین؟ من ببخشید سلامت باشین. چرا کارت کشیدی برای خانم مرادی؟ آقا رنتشون اشتباه گفتن. یعنی نکشید؟ نه یعنی من دهن تو گاییدم.